رفیق رحمانوف از آنهایی است که 1 هکتار زمین دارند. او کارتوشکا و پیاز، ترب و پامیدار و بادرینگ پرورش میکند. این دهقان حاصل زمینش را به بازار نمیبرد چون که برای تامین عائله بزرگش به زور میرسد. 4 پسر و نبیره‌هایش با رفیق رحمانوف یک جا زندگی میکنند. دیگر محصولات روزگار را رفیق از حساب فروش 2-3 گاو میخرد که هر سال پرورش میکند. پامدار 3 بار شوربه میشه، کاشکر 3 بار شوربه میشه. به جورم میشه. اینا پیاز 5 بار دادم. انا 1000 شانسم نالک میشه. خیلی او دلساسم او میشه. ایش کلب که فایده آدم نمیارن، ضررم نمیکشن. سبزبهار در زمینی اجاره کار میکند. سبزبهار میگوید تقریبا در همه جا برایشان دستمزدی برابر میدهند، کمی بیشتر از $2 در یک روز. او زندگی خود و فرزندانش را از حساب پول پیش میبرد که شوهرش از مهاجرت میفرستد. به گفته سبزبهار هرچند مزدی ناچیز میگیرد ولی از این کارش دست کشیدنی نیست. یک صابونه از شکر خنده میرسه و با پشو کلی وسط میرسه. یگون صابونه خنده شکر خیلی یگون چی یاردم در خونم میشه مردکم کار میکنن نمیرسه. خیلی مو خیلی میجمی نمیرسه این پول که بچی میرسه. روز تو بگره میجمی 3-4 روز هوا کشی 60 سوم 70 سوم 80 سوم کار میکنی چی میشه؟ او یالین چه اردو نمیشه. تقریبا 75% اهالی تاجیکستان در دهات به سر میبرند. بسیاری از مردان قابل کار در روسیه مهاجرند چون که با کشاورزی عائله خود را تامین کردن نمیتوانند. در زمین ها اساساً زنان و کودکان و پیران کار میکنند. طبق آمار رسمی آنها ماه به حساب میانه $60 معاش میگیرند. مقامات این مبلغ را برای ساکنان دهات کافی میدانند چون به گفته آنها اکثر مردم در این برابر چاروا و باغ‌های نزد حولگی دارند. تحلیلگران به این عقیده راضی نیستند. چند سال پیش وقتی خودی ما سبد استعمالی را برای یک نفر معین کردیم 470 سامانی حساب شد، اما دولت آن را 177 سامانی شمرد. این فرقی کلان دارد. نباید به این کار مقامداران مشغول شوند چون که آنها قابل اعتماد نیستند. خود من عموما به آنها باور ندارم. Поэтому не надо, чтобы вот этим делом занимались только чиновники. Потому что чиновникам верить нельзя. تحلیلگران میگویند بهتر کردن شرایط زندگی در دهات چند راه دارد. تهیه برنامه مخصوص دولتی قرض بفایز برای خریداری نوری‌ها، تأسیس مجمع‌های بزرگ اگروتکنیکی و تشکیل جای‌های نوی کاری. به نظر آنها مبلغ برای این کارها را میتوان از حساب تقسیم درست مالیات دولت به اجرا رساند.